تفسیر کبیر در جلد 11 نوشته میکنم فخر رازی صاحب که یک روز یک شیر آمد از دور، گویا نشناخته که او رسول الله علیه السلام است. در دشت مدینه مبارک خرامان میره، از دور شیر آمد، رسول الله طرفش تبسم کرد، یا ایها الاسد، ای شیر، انا محمد رسول الله. یک بار شیر دنبک زد و پایکاش سرک شخم کرد به پاهایش، گفت شهادت میتم که تو رسول خدا هستی. امو راوی حدیث مبارک نامش مبارکش یادم رفته، گفت 10 سال بعد ما از دشت مدینه میگذشتم، امو شیر دیدم که میگفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. حضرت عبدالرحمن جمی صاحب کتاب داره سیرت، در مورد سیرت، صاحب شرح جامی، اون نوشته میکنه که یک چوپانم تو گنج استاد بود در بیرون مکه شریف. یک کسی میگذشت، گفت کجا میری؟ ورخطا میری؟ گفت یک کسی آمده بسیار مهربان است، بسیار دلسوز است، بسیار صمیمی است. کیست او؟ محمد رسول الله علیه السلام. گفت خود چی است او؟ کی است او؟ خب پیغمبر است، سفیر خداوند در روی زمین است. گفت تو کجا میری؟ میرم مسلمان شم، میری به همراهم؟ گفت میرفتم خو، اما افسوس که گوسفنده ها هست، مثل که تو میری دکان ما چکنم. محترم یک روز جمعه داریم ما دیگه، یک روز جمعه است، کاغل کی بکنه؟ موتر کی نگاه کنه؟ دکان ها را این سیر نمیشه. گفت گوسفنده های مرا اگر کس پیدا میشد که نگاه میکرد، من میرفتم به این شخص مبارک ایمان میآوردم. یک بار گرگ به زبان آمد، گفت اگر اجازه باشه ما به احترام رسول الله علیه السلام، چون او به ما رحمت است، گپ سر است، چون او به ما رحمت است، به حیواناتم به می احترام رحمتش، برو گرگی که گوسفندا را میدرونه، ما به احترام محمد رسول الله گوسفندای تا نگاه میکنم. گفت جالب است، گرگ سخن میگه. گرگ ای گفت کافر، جالب است گرگ سخن میگه. گفت ای جالب نیست که گرگ سخن میگه. کسی در مکه آمده به نام محمد رسول علیه السلام، آسمان و زمین افتخار داره که یک بار او را ببینه، به تو میسر است نمیری نمیبینی و برش ایمان نمیاری. دیگه ای آدم بیوار شد و بیتاب شد، دوید و مکه شریف تا به جناب حضرت محمد رسول الله رسید، کلمه خواند و مسلمان شد. خدایا ما را از رحمتیت جناب رسول کریم صلی الله علیه و سلم مستفید بگردان.